حکومت حالا خود به حال یواش یواش می‌دارد ولی از اون بریم که جاهای خوب از اینجا ببینیم حالا از نظر به نگاه خیلی چیز بله وقتی بهترین ما جوری کجاست وقتی اگر پدر مادر شما با خونه را خونه يا سعيد اینجا چیه؟ این دانشگاه کشاورزی صادق جان این دانشگاه کشاورزی است بله میتونیم بریم اینجا بله بله بحثش قشنگی هر کی متهم بخونه هر که ناموخت از گذشته روزگار هیچ ناموزد هیچ آموزگار If you bend down, yes, you can. شما آمدی خونه ما عکس گرفتن یه ردیف بالا بایسته یه ردیف بالا که همه جا بشه شد یکی هم شما از من بگید خیلی خوب ما هر جا بخوایم اینجوری وقت تلف کنیم به هیچ جا Yeah. Okay. We came in now. همونجا باید میریم باربد We came in that one. hangi Tacikistan yaşamazsan? Bahçeli İnsan در تاجیکستان Organized by UNESCO. شخصی بسیار نزدیکش است زیرا تمام تاریخ ایران بزرگ که ما یک جزوی ایرانی بزرگ هستیم در اثرهای این شاهنامه که ناتکرار است و ابرمرد شعر عجم است فردوسی تاجیک است و فردوسی اگر ایرانی هم حق ندارد میگن که رودکی تاجیک است. We have the right also to regard him as a Tajik poet. An Iranian can regard him as a Iranian poet. مشترکات زیاده داریم مشترکات فرهنگی سنن و We have a lot of cultural مرزهای سیاسی نفذ گرفته است در طول 70 سالی که بود ما این نفذ culture would never recognize ما political شکن borders. بودیم صد چینی شکن بودیم دلیلش که فردوسی اینجاست رودکی اینجا یه طرف سعی کرده چشمک نزده نزدیک
من باید به اون نگاه کنم بگم درستش اینه که عکس بگیره از گاهی اوقات اشاره اما اصلا باید ای بزرگ از تو سرود ما با زبان شعر تو لب باز کرده ایم. فردوسی ای بزرگ، قلبی پر از محبت و چشمی پر از سپاس، با شور و با شتاب از راه دور سوی تو پرواز کرده ایم. فردوسی ای بزرگ، هر پرده از نوای من آهنگ شعر توست، شعری که کهکشان خدا را شکافته. وین مردم خجسته که بود همزبان با تو، راز نهان هستی خود را در لابلای دفتر شعر تو یافته. فردوسی ای بزرگ، بر دشت خاوران ای جاودانه یاد، خون سیاوش تو زهر لاله رسته باد. شهنامت که رمز بلندای دوستی است، از دجله تا به سند بر یاد مردمان سخنگو به شعر تو هر دم نشسته باد. فردوسی ای بزرگ، پروردگار شعر در این دوشنبه شهر، بر پای پیکر تو اگر گل فشانده ایم، خود را ستوده ایم، بر خویش تاج از شکوه و بزرگی نشانده ایم. فردوسی ای بزرگ، کاخ بلند شعر تو بعد از 1000 سال دور از گزند ماند و دور از گزند باد. اندیشد در پیک و بزرگی و مردمی است، آیین مردمان بزرگ و بلند باد. فردوسی ای بزرگ. این شعر در ضمن از باقر معین رئیس بخش فارسیه. بله. شاعرش هم گفته بهتره که بگیم که این شعر در تاریخ 4 دی ماه 1373 مطابق با 25 دسامبر 1994 در لس آنجلس از آقای باقر معین رئیس بخش فارسی رادیو BBC سروده شده برای امروز. مرسی آقای معین. نه شما خیلی زبانه که